در شهر کراچی پاکستان بعد کشف گروه‌های دسته‌جمعی در ولایت جنوب و غربی بلوچستان، فعالان حقوق بشر راهپیمایی اعتراضی تشکیل کردند. حامیان حقوق بر این نظرند که جسدهای کشف شده قربانی کشتارهای خودسرانه نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات بر مقابل جدایی‌خواهان بلوچی میباشند. در بلوچستان بیش از 10 سال اینجانب جدایی‌خواهان با نیروهای امنیتی دست به گریبان میباشند. در مسکو یک ساکن جمهوری مرداویه در روبروی بینای پارلمانت روسیه اعتراضی انفرادی دایر نمود. یوری الیامکین از آن ناراحت است که مقامات خانه او را تخریب نمودند تا در جای آن در شهر سرنسک استادیوم فوتبال برای جام جهانی سال 2018 که در روسیه برگزار خواهد شد بنیاد می‌کنند. در پایتخت گرجستان فعالان کلوب تشبس‌های شهروندی در نزد قرارگاه جنبش وحدت ملی پرزیدنت سابق گرجستان میخائیل ساکاشویلی گرد همایی راه اندازی نمودند. جمع آمدگان ساکاشویلی را با تعقیب مخالفان در طول 9 سال ریاست جمهوریش متهم می‌کنند. در بلاروس نواربرداری فیلم بخشیده به انتخابات پرزیدنتی سال 2010 آغاز یافت. در چارچوب آن صحنه اعتراض در میدان استقلال مینسک به نوار گرفته می شود. فیلم ابل نام داشته سرمایه‌گذاری آن را وزارت فرهنگ این کشور بر عهده گرفته است. فیلم قصه دو برادر است که در دو طرفی به هم مقابل قرار گرفته‌اند. بعد انتخابات سال 2010 که در آن الکساندر لوکاشنکو بار 4 پرزیدنت بلاروس انتخاب شد، این کشور را مدت موج خشونت فرا گرفته بود.